عزیز دلم سلام. فیلمی که اسمشو میبینید درباره روابط متعدد یه نویسنده بسیار خانومبازه. اگه میخوای ببینید در ادامه چی پیش میاد تا انتها فیلمو با من همراه باش. ابتدای فیلم یه زن 33 ساله رو میبینیم که متأهل رابطه خوبی با همسرش نداره و طی اتفاقی با یک نویسنده آشنا میشه و با همدیگه وارد رابطه میشن. قرار مدارشون به خونه میرسه و توی یکی از این قرارا نویسنده که اسمش فیلیپ هست میگه عزیزم چشاتو ببند که میخوام وا کنم لای پرده های ذهنی تو. الان که چشاتو بستی بگو تو اتاق چی دیدی. زنه میگه یه اتاقی دیدم که دیواراش شبیه غار اصحاب کهف بود با یه نویسنده‌ای که انگار برق 240 بهش وصل کردن، موها پخپخی، کلش هم کچل. تفلک پول ژیلت هم نداره که ریششو بزنه. در دیدار بعدیشون هم این بازی مسخره رو ادامه میده و دختر باز توصیف میکنه فضای اتاقو. این سری زنه علاوه بر آیتمایی که داخل اتاق هست میگه یه زیراندازم داره آقای نویسنده اینجا که ازش استفاده های خاصی میکنه. آقای فیلیپ یه دفترچه شخصی داره که مکالماتش با این خانومه رو اونجا یادداشت میکنه. از روی این مکالمات کتاب‌هایی رو مینویسه در رابطه با زندگی این افراد، مثل همین خانومی که دارید میبینید. توی یکی از این دیدارا فیلیپ میپرسه یه سوال دارم، تو هنوزم کنار همسرت میخوابی شبا؟ که طبق معمول زنه پاسخ روتین و مشخص تمام متأهلایی که وارد رابطه پنهانی میشن و میده. میگه نه ما خیلی وقته که جدا میخوابیم، اون تو حال میخوابه من تو اتاق. فیلیپ هم زن داره، وقتایی که میاد خونه به قدری با دوست دخترش تو محل کار مکالمه داشته محکم که دیگه نایی نداره که با همسرش مکالمه کنه. تفلک زن خشک و خالی میخوابه شبا. یه روز زنه زنگ میزنه به فیلیپ میگه امروز عادتمه به قدری سگم، عین سگای هار بیابونی، پاچی شوهرم و کارگرم و همه رو گرفتم. تو این هوای بارونی هم که نمیشه زیاد به هم دیگه سر بزنیم، بهتره برای تایم کوتاه از هم فاصله بگیریم. که فیلیپ میگه عزیز من سنم از این ناز کشیدنا و ناز خریدنا گذشته، اگه میخوای ادا اصول بیای من آدمش نیستم. برای مدتی زنه فاصله میگیره اما بعد خودش با فیلیپ تماس میگیره و باز قرار میذارن. فیلیپ میگه خیلی دلتنگت شده بودم عزیزم. زنه میگه پس بریم خونه تا رفع دلتنگی کنیم عزیزم. بعد رفع دلتنگی زنه میگه یه چیزی متوجه شدم تو این مدت که وقتایی که لاستیکمون پنچر و شوهرم تلمبه میزنه که بادش کنه من اصلا برام جذابیتی نداره، ولی وقتایی که تو میخوای این لاستیک رو باد کنی عاشق اون تلمبه هاتم. کارشون که تموم میشه زنه که میخواد بره، فیلیپ میگه موچ مراقب خودت باش عجیجم. گاهی هم تلفنی صحبت میکنن که لوس بازی در میارن، اول تو قطع کن، اون میگه نه اول تو قطع کن. از این انبازی‌ها. توی یکی از این دیدارا زنه میگه سری قبل بدنم کبود شده بود که همسرم پرسید چی شده. منم خب آدم بسیار صادقی هستم، گفتم با یه آقای نویسنده‌ای بودم اون من اینجوری کرده. اونم فکر کرد دارم شوخی میکنم، خندید. لذا صداقت همیشه جواب میده. علاوه بر اون فیلیپ با این زنم تو رابطه بوده و بعد مدت‌ها دوباره همدیگر رو ملاقات میکنن. زنه میگه یه تایمی من درگیر یک سری مسائلی شدم، میخواستن یه عده منو به عنوان جاسوس بفرستن آمریکا اما من قبول نکردم که گفتن اگه با ما همکاری نکنی جایی ببریمت که عرب فلوت نینداخت. منم بهشون گفتم جاسوسی آخر عاقبت نداره، آخر میشم مثل این حجاببان‌ها که هیچ کسی اینا رو گردن نمیگیره. چوسناله های زنه که تموم میشه یکم لاس میزنن و باز آقای فیلیپ رو میبینیم که یکی دیگه از افرادی که باش در ارتباط بوده این زن است که الان در بستر بیماری و سرطانه. فیلیپ باش تماس میگیره، میگه الو مخاطبه خواستم ضربه کتای دیساسم، حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ زنه میگه اوضاعم خوب نیست، باید یه جلسه ماموگرافی برم، نتیجه اون سرنوشت سازه. فیلیپ میگه باشه پس بعد از جلسه ماموگرافی با تماس میگیرم. چیزی که من متوجه شدم فیلیپ از بین تمام آدمایی که باشون تو رابطه بوده این زنو بیشتر از همه دوست داره و این شخصیت براش خیلی خاصه. فیلیپ جان که براش قند و قروت یکیه، حتی به زن رفیقاش هم رحم نمیکنه و این مرد که از دوستای قدیمیشه میاد به فیلیپ میگه مردی که لاشی خجالت نکشیدی با زن من دوست شدی؟ مگه نمیدونی خورشید هیچ وقت پشت ابر
نمیمونه برای همیشه. فیلیپ میگه بابا من دوست بودم اما فقط رابطمون کلامی بوده، بیشتر از اون جلو نرفتیم. دعوای این دو نفر همینجا به پایان میرسه تا اینکه فیلیپ دوباره تماس میگیره با این زنه که زنه میگه جلسه ماما انجام شد و متوجه شدم که سرطان داره از بین میره و درمانم داره جواب میده. نظر کرده بودم که اگه درمانم جواب بده یک سفره 5 صغیر بندازم واسه مردم و همسایه ها. فیلیپ جان باز با این زنه که خیلی دوستش داره قرار مدار میذاره و واقعا رابطه اینا بسیار از اون حد معمولم عمیق‌تر میشه. چند ماه بعد زنی که مریض بود متاسفانه روند درمانش نتیجه خوبی نمیده و روز به روز بدتر میشه. زنه میگه این سری نظر کردم که اگه خوب شم به همه بدم یه دست کله پاچه. فیلیپ میگه من مطمئنم حالت خوب میشه. اگه یه شپش از جنتی به تن تو افتاده باشه که قطعاً تا 100 سالگی زنده میمونی. زنه میگه باور نمیکنم، تو همیشه همین حرفو میزنی. دارم به این نتیجه میرسم که تو هم مثل زاکانی یا قالیباف خیلی دروغگویی، فقط بلدی شعر و ور تحویل بدی. میریم سراغ یه گزینه دیگه از خانومایی که فیلیپ جان باشون در ارتباط بوده و این زنم در گذشته با این دوست بوده که الان دچار یک بیماری روانی شده و دارو مصرف میکنه. فیلیپ میگه یادش بخیر قدیما چه دورانی داشتیم با هم. حیف تو با اون چشای قشنگت که مریض شدی. حیف. دافبازیای فیلیپ که هنوز تموم نشده ازش شکایت میشه و بهش میگن شما توی کتابات داری به زنا توهین میکنی، اونا رو تحقیر میکنی. فیلیپ میگه اینا همه توطئه دشمنان است، من که کاری نکردم، من دارم واقعیت رو میگم. بعدم شما دوست دارید برید به مردا توهین کنید، مردا رو تحقیر کنید. کی جلوتون رو گرفته؟ آزادی یعنی همین. زنه میگه اینا به کنار، با سوژه هایی که راجع بهشون کتاب نوشتیم که همه رو یه دست مورد عنایت قرار دادی، با دانشجوهات هم موقعی که استاد دانشگاه بودی رابطه داشتی. آخه چه وضعشه؟ مردی که شغال دائم الحول. فیلیپ میگه من کسی رو وادار به انجام کار غیر شرعی نکردم. هر کسی اومده سمت من خودش خواسته، به میل خودش بوده. میگن نصف اینایی هم که باشون بودی که متأهل بودن. فیلیپ میگه به من چه، میخواستن جداشن. دستاشو به نشانه پیروزی بالا میبره که میگن اینجا خرمشهر نیست که آزاد شده باشه که این حرکات از خودت در میاری. بعد داستان محاکمهش باز با این زنه قرار میذاره که زنه میگه این مدتی که از هم دور بودیم رابطم با همسرم بهتر شده بود. فیلیپ کتابی که بر اساس زندگی این زن هست رو چاپ میکنه و به زنه میگه از همسر جداشو با هم دیگه راحت باشیم. اگه مشکل پوله که من یه چک مینویسم برو خرج کن فقط. زنه میاد چکر رو میندازه تو سطل آشغال و برای همیشه خدافظی میکنه از فیلیپ. یه شب که فیلیپ میاد خونه، زنه تو قیافه است، قشنگ یوبسه. فیلیپ میگه چی شده؟ زنه میگه امروز که خواستم برم بیرون دیدم دفترچه شخصی تو جا گذاشتی، منم کرمم گرفت، خوندمش دیدم اوه به پشه ماده هم رحم نکردی. فیلیپ میگه اون صحبتایی که داخل دفترچم بوده راجع به صحبتهای من با یک سری افراد خیالی بوده، یا هم یه سری آدمایی بودن که من باهاشون صحبت کردم و از فانتزیای خودم، تصورات خودم به اون مکالمات اضافه کردم، وگرنه من بهت خیانت نکردم عزیزم. خلاصه با این توجیه که اونا همش تصورات ذهنی من بوده قضیه رو قال میکنه. بعد چاپ آخرین کتابش که راجع به این زن بود و بسیار پرفروش شد باهاش قرار میذاره و بعد مدت ها هم دیگر رو میبینن. فیلیپ تا میبیندش میگه دلتنگم و با هیچ کسم غیر تو میل سخن نیست. کتابو خوندی؟ نظرت چی بود؟ زنه میگه کتابو خوندم، واقعا لذت بردم، بهم خیلی محبت داشتی توی اون کتاب. توی این مدتم خیلی دلتنگت شده بودم، اما هر چقدر تماس گرفتم با دفترت کسی جواب نداد. فیلیپ میگه خب دفترمو عوض کردم رفتم امریکا. تو آخرین دیدارامون بهم گفتی که یه تایمی که از هم دور بودیم رابطت با همسرت بهتر شده بود. منم نخواستم که رابطه شما رو خراب کنم، واسه همین منم پیگیرت نشدم. بعد یه مقدار خوشوبش و ابراز محبت از هم خدافظی میکنن و زنه برای همیشه فیلیپو ترک میکنه. فیلم بدین صورت به پایان میرسه. لایک و سابسکرایب یادت نره.